در اواخر دوران قاجار ایران دچار بی‌ثباتی سیاسی و فشارهای خارجی و فقر شدید شد و در از خطه گیلان مردی به نام میرزا یونس که بعدها میرزا کوچکخان جنگلی مشهور شد قیام کرد. در سال 1293 شمسی همزمان با جنگ جهانی اول میرزا با همراه یارانش نهضت جنگل را بنیانگذاری کرد. پس از خیانت بلشویک‌ها و فشارهای دولت مرکزی نیروهای جنگل دچار ضعف شدند و میرزا کوچکخان تا آخرین لحظه به مبارزه ادامه داد. در دمای 1300 شمسی در حالی که کوههای تالش به سمت خلخال در حال عقب نشینی بود، پیکر یخزدش توسط اهالی روستا پیدا شد و به رشت منتقل شد. سر او را جدا کردند و به تهران فرستادند تا برای دشمنانش عبرت باشد. اما اکنون میرزا کوچکخان نه تنها نماد مقاومت در برابر ظلم و استعمار، بلکه یکی از قهرمانان ملی ایران به شمار می‌رود.